امروز میخوایم با هم آخرین ورژن آیپد ایر 2025 رو آنباکس کنیم. سلام، من یوسفم. به ویدیو من خوش اومدید. اول از همه ببخشید اگه چشام اینجوریه، چون آفتاب داره بد میزنه تو چشم. امروز میخوایم با هم آخرین نسخه آیپد ایر اپل رو آنباکس کنیم که تاریخ ریلیزش 12 مارچ 2025 هست که حدوداً میشه 22 اسفند 1403 فکر کنم. بریم ببینیم چی داریم. جعبش اصلا داره ضبط میشه دیگه. جعبش اصلا تعادل نداره. صافت. این جعبشه تقریبا از یک کاغذ آچار بزرگتره. خیلی هم سنگین نیست. فکر نمی کنم که وزن جعبش به تنهایی نصف وزن خود آیپد بشه. اینم شارژره. به بچه ها سلام کن. سلام. اینم که کیس خریدیم براش. شوخی نکن. پس بریم ببینیم که مشخصاتش چیه. خب امسال اپل با تغییرات مهمی برگشته و آیپد ایر جدید رو در دو اندازه 11 اینچی و 13 اینچی معرفی کرده که هر دو مدل طراحی باریک و شیکی دارن. مشخصات صفحه نمایششون توی مدل 11 اینچی با رزولوشن 2360 در 1640 پیکسل و روشنایی 500 نیت و در مدل 13 اینچی که با رزولوشن 2732 در 2048 پیکسل و روشنایی 600 نیت ارائه شده. ویژگی‌های هر دوشون هم پشتیبانی از تروتون، گستره رنگی پیتری و روکش ضد انعکاس نوره که البته این با اون چیزی که توی ورژن پروش ارائه میشه فرق داره که اون خیلی گرونتر هست و مختص گرافیستای خیلی حرفه‌ای توی جاهایی که مثل فضای بازه و نور خیلی اذیت میکنه. بریم سراغ قلب تپندش، جایی که اپل اومده پردازنده M3 رو با 8 هسته پردازشی و 9 هسته گرافیکی ارائه داده. 8 گیگابایت رم داره. فضاهای ذخیره سازی 128 256 512 و 1 ترابایت داره. بریم سراغ دوربیناش. دوربین پشتی 12 مگاپیکسلی داره که قابلیت ضبط ویدیو 4K رو با کیفیت بالا پشتیبانی میکنه. دوربین سلفی جلوش هم 12 مگاپیکسلیه که فوق عریضه و قابلیت سنتر استیج داره که تو این قابلیت کاربر رو دنبال میکنه و کاربر معمولاً وسط صفحه تصویری هستش. و اما بریم سراغ قیمتش برای 11 اینچی از پایه $599 و برای 13 اینچی از پایه $799 شروع میشه. از اونجایی که من لندن هستم اومده همینا رو مستقیم تبدیل کرده به پوند و شارژرش رو جدا میده طبق معمول که 19 پونده و کیسش که یک کیس معمولی هستش 99. بریم سراغ آنباکسینگش. اینم که طراحی معروف و جذاب اپل. البته فکر میکنم توی ایران هم خیلی راحت فیکش هم درست کردن، ولی به احتمال زیاد این کاغذاش یه ذره باید نازکتر باشه، چون اینجا من احساس میکنم خوب جنسی داره، کلفته.
خب نظر نهایی در خصوص کیسش، یه جنس خوبی داره و اینکه انگاری یه ذره پارچه‌ایه، رنگش هم که سلیقه منه، ولی ایرادش دورش هیچ محافظی نداره. تقریبا همه کیسایی که تو خود اپل ارائه میشه دورشون محافظ نداره که این شامل اپرکل پلاس هم نمیشه. یعنی حتی اگه اونم از اپل ما بخریم، اگر دور فریمش آسیبی ببینه اونا کاور نمیکنن، مگر اینکه در اصطلاح کیس بند بشه و وقتی میخوان اسکرین عوض کنن برامون اسکرین فیت نشه قشنگ خوب روش، اون وقت عوض میکنن کیسش. در خصوص خود آیپد باید بگم که من از سرعتش همه چیش راضیم. صفحهش میتونم قشنگ رفلکس نور رو ببینم که اگه گرافیس باشم اذیت میکنه، ولی من اذیت نمیکنه شخصا، یه نظر شخصیه. بقیه چیزاش هم خوبه. نکته ای که هست این ورژن فیس آیدی نداره ولی تاچ آیدی داره. تاچ آیدیش هم روی دکمه پاورش هست که خیلی هم خوبه، بد نیست. حالا فیس آیدی داشت راحت تر بود طبعا، ولی اینم خوبه. من امتحان کردم، راحت وقتی روش انگوش میزنی باز میشه، مشکلی هم نداره. اینم جای اپل پنسل جن 2 هستش که مگنتی وصل میشه و چارج میشه از همونجا هم. 4 تا اسپیکر داره، 2 تا این ور 2 تا اون ور، به علاوه یه میکروفون اختصاصی برای سلفیش و درگاه چارجرش هم USB-C شده که خیلی خوبه. البته اپل مجبور بوده این کار رو بکنه طبق پروتکل جدید، ولی خوبه. خب جنبندی که میکنم راجع به اینه که من از 1 تا 10 بهش 8 میدم. به نظر من خیلی خوبه، خیلی خوبه برای من. و اینکه آره اگه پول داشته باشم، پول زیادی داشته باشم، پرو میگیرم، ولی اپل ایر به نظر من خیلی به صرفه است، مشخصات خیلی خوبی داره و برای شاید 90% کاربرا بهترین گزینه است. خیلی ممنون از اینکه ویدیو منو دیدید. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. به زودی میبینم.